سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزه حرف ح می باشد. برای یافتن مخرج حرف ح پیش از این حرف الف و فتحه می گذاریم. مخرج حرف ح این قسم پایانی گلو می باشد. هوا از قسم پایانی گلو به بیرون خارج می شود. حرف ح با فتحه چنین خوانده می شود. ح با کسره چنین. هی با ضمه چنین. هو لبها به پیش برآورده می شوند. هو حرف ح حرف چهار شکله بوده پیش از خودش و بعد از خودش به حرف دیگر پیوست می شود. حرف ح در اول چنین نوشته می شود. از خط نمی گذرد و به حرف بعد از خود پیوست می شود و در بین چنین نوشته می شود. قسم آن از خط می گذرد و به حرف پیش از خود و بعد از خود پیوست می شود و در آخر چنین نوشته می شود. به حرف پیش از خود پیوست می شود و از خط نمی گذرد و در علاهیدگی چنین نوشته می شود. از خط نمی گذرد. اکنون بیایید با هم مثال ها رو می خوانیم. ح با فتحه، ب با سکون. حب با حرف قلقله است به سبب سکون. ح با فتحه، میم با سکون. هم. مثال دیگر ح با ضمه، واو با فتحه. هو. مثال دیگر ز با ضمه، ح با سکون. زه. مثال دیگر الف با فتحه، ح با فتحه، میم با سکون. اهم. مثال دیگر و با فتحه، ح با فتحه، ب با سکون. وهب. مثال دیگر واو با فتحه، ح با فتحه، میم با سکون. وهم. مثال دیگر میم با کسره، نون با سکون، ح با ضمه. منهو. مثال دیگر میم با کسره، نون با سکون، ح با ضمه، میم با سکون. منهم. مثال دیگر الف با کسره، لام با فتحه، یا با سکون، ح با کسره. الیه. مثال دیگر الف با کسره، لام با فتحه، یا با سکون، ح با کسره، میم با سکون. الیهم. مثال دیگر الف با فتحه، میم با سکون، ح با کسره، لام با سکون، ح با ضمه، میم با سکون. امهلهم. بیایید مثال ها را باری دیگر تکرار میکنیم. حب. هم. هو. زه. اهم. وهب. وهم. منه. منهم. الیه. الیهم. امهلهم. این بود درس امروزه. وظیفه خانگی قاعده، شکلها و مثالهای حرف ح را در دفتر کاری خود بنویسید. فراموش نکنید که تنها گوش دادن این 4-5 دقیقه درس به شما کافی نیست. شما باید خود آموزی کنید. این درس ها به مثل آنند که کسی به شما راه را نشان داد و اگر خودی شما حرکت نکنید در این راه به مقصد نمی رسید. پس سعی و کوشش را فراموش نکنید تا که با آسانی الفبا را آموخته به قرآن خوانی شروع کنید.
و در زیر این نوار سروغه این کتاب را میگذاریم. در آمده از پلی مارکت فراورده درس را باری دیگر تکرار بکنید. به نهایت برنامه خوب است. منتظر درس های آینده باشید و دعا را در حق ما فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.